سلام، با من همراه باشید. بریم قرار صبحونه دخترونه. از زیبایی این آسمون و گلا هر چقدر بگم کم گفتن. مگه میشه دختر باشی و خودتو توی آینه ببینی فیلم و عکس نگیری؟ من این چند ساعت و مرخصی ساعتی گرفتم، اما بعدش برمیگردم شرکت. این دومین باری بود که من توی جمع کیمیا و دوستاش حضور داشتم. من همیشه دوست دارم که کافه های جدید رو امتحان کنم. از اینجا به بعد مطمئن شدم بهترین قرار میتونه قرار صبحونه باشه. زودتر با بچه‌ها خدافظی کردم که سر موقع برسم شرکت. رسیدم شرکت، کارمو جلو انداختم. بعد شرکت رفتم خرید 2 تا باکس تولد. برای کی؟ توی ولاگ کاملش بهتون گفتم. یکی از قشنگترین خوبیای مستقل بودن اینه که هر وقت دلم بخواد میتونم به عزیزام چه بهونه داشته باشم چه نه یه کادوی کوچیک بدم و خوشحالشون کنم. شب هم با خانواده رفتیم سراغ اسباب کشی. اومدیم که تجهیزات کارگاه هم رو از پارکینگ ببریم طبقه اول. شما رنگ روغن این چرخو ببین چقدر زرد و کثیفه، اما بابا مصمم همچنان میگه تو با این چرخ کار نکردی. همه وسیله ها رو بردیم به غیر از چرخا که خیلی سنگین بودن. این ویدیو قسمتی از ولاگ هفته من بود. مرسی از اینکه تا اینجا همراه هم بودین.